خب بسیاری‌ها میپرسن که بابا ساحل مستحکم کنی چی خیر شید، چی قدر پول جمع شید، انا چی کارها رو به انجام رسوندی؟ هر دیرمی هسته، هر دیرم هسته، هر پولی کلانی هسته، دلاری هسته، ما انشاءالله با سری بلند اچوت خود را در پیش مردم شریفی سربلند تاجیکستان عزیزم اچوت میسپارم. روی گریز نیسته، در تنه خودشون نپوشیدن، با کودکاشون پول روی نکردن، با پدر و مادر و بابی و بیبی پول روی نکردن و یک مزدی با کارتای دوشنبه سیتی بابا وارد کردن. خواهش میکنم بازم خواهش میکنم اسکرین شات کنن تا شفافیت این پولا با مردم سربلند شریف تاجیکستان عزیز ما پیشنهاد کنم. زبار حاضر محکم نشده، همون روز ما زبار محکم میکنم و حسابات میتونم. و یک چیز دیگه گفتنی هستم که میگن که تاجیک اصیل سربلندی تاجیکستان عزیزم تاجیکای ما چی میگن؟ 1 لیتر سالارکه است که صرف میشود در ساحل مستحکم کنی دریای ایلاک با سهم شما میرسونم انشاءالله. باز هم یک سخن زیبای تاجیکانه میگم که حقی مردم دهد لذت بکامت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندم، جوانای محترم، نوساکا و حواساکای قندی باباش زنده و سربلند باشین. چنان هم سرگرمی کار و باری خواجگی بودم که اصلا زباره که ما کشاده بودیم با گوشه فراموشی رفت. خب انشاءالله با امر خدا روزهای نزدیک آیدی زباری ساحل مستحکم کنی ایلاک و اچوت سپاریدنش ویدیوی نوبتی رو انتظار شین. برای چی ما دیگر درباره ساحل مستحکم کنی و کار و باری دریای ایلاک سخن نگفتیم. البته وقتی که 1 متر جا مانده بود او مثال میزد دنبر میشوشت او پس شدن گرفت. الله مهربان یک ترحم میکرد، یک غمخواری کرد که او نشوشت دنبر نکند، نکی موند 1 مترش موند و او پس شد. اگر همون شست پیشینه می اومد او میزد میرفت دنبر میکند. خب بعد میدونه که مثال برشد کم شد او مجروی خودش گرفت. ما در اونجا 2 شبانه روز کار کردیم. خب نوارو رو پیشنهاد کردم انا کندیم. خب او با او طرف گذراندیم. ما بود احتمالی با سیل اومدن بود، خیلی کمتر سیل اومده او سقطی رفت، 2 شاخه شد، 2 طرف تقسیم شد، ضرر نرسون. خب بسیاریا میپرسن که بابا ساحل مستحکم کنی چی خیر شد، خب انا چی قدر پول جمع شد، انا چی کارها رو به انجام رسوندی، اویدی برای چی ویدیو نمیکنی، یا که انا پول چی قدر جمع شد. برای همین مردم میپرسن، میگن که خب حقی مردم دهد لذت بکامت گلوگیرت شود روزی قیامت. از اینها البته بابا با خبر است. هر یک تنگه، هر یک روبل، هر یک سامانه، هر یک دیرمه که واردی دوشنبه سیتی بابا شده است انشاءالله با امر خدا در شاهدی الله پاک و اون مردمی که قوت ماده بودن و این پولا را صرف و خرج کردن و چقدر پول حاضر ایستاده، ما با سهم شما با سری بلند انشاءالله با امر خدا اچوتا میتم به یگم کسو کم و کست. برای همین یک خواهش دارم با اون مردم سربلندی تاجیکستان عزیز، با اون مردمی که نسبتی طبیعت زیبای تاجیکستان دلسوز و غمخوارن، با اون مردم سربلندی تاجیکستان عزیز که برای آبادی و گلگل شکفانی تاجیکستان عزیز سهم خود را گذاشتن، با اون مردم خیرخواهی که خیر خود را دریغ نداشتن و پول رای کردن برای ساحل مستحکم کنی، احسن با شما و یک چیز گفتنی هستم که شما
سکرین شات کنین پولای روی کردگی تونا. البته در دوشنبه سیتی من در وای هستم میبروه در اونجا چقدر هستن. بازم برای شفافیت، برای حقانیت، برای که پول کجا شده و زبار کجا شد و چقدر پول جمع شد، ما ایشالله با امر خدا با سهم شما میرسونم. سکرین شات کنین روی کنین تا که ما باید بفهمونم. هر دیرمی هسته، هر دیرم هسته، هر پولی کلانی هسته، دلاری هسته، ما انشاءالله با سری بلند اچوت خود را در پیش مردم شریفی سربلند تاجیکستان عزیزم اچوت میسپارم. روی گریز نیسته. امروزم با این کارو ما جواب باید بگیم. فردا روزی قیامتم پرسیده میشن که مردم سربلند تاجیکستان عزیز برای آبادی و پیشرفت و برای ساحل مستحکم کنی دریا ایلاک سهم خود رو گذاشتن، در تنه خودشون نپوشیدن، با کودکاشون پول روی نکردن، با پدر و مادر و بابی و بیبی پول روی نکردن و یک مزدی با کارت دوشنبه سیتی بابا وارد کردن. خواهش میکنم بازم خواهش میکنم سکرین شات کنن تا شفافیت این پولا با مردم سربلند شریف تاجیکستان عزیز ما پیشنهاد کنم. زبار حاضر محکم نشده، همون روز ما زبار محکم میکنم و حسابات میتونم. باز یک بار دیگه میگم که احسن با اون مردم خیرخواه و با اون مردمی که دستی کمک روی کردن برای ساحل مستحکم کنی دریای ایلاک، انشاءالله با رفته در همو نزدی ساحل که آب زدهش ولنگار شده همونجا با ما ویدیو میکنم. و یک چیز دیگه گفتنی هستم که میگن که تاجیک اصیل سربلندی تاجیکستان عزیزم، تاجیکای ما چی میگن؟ میگن که خانه نخر، حولی نخر، همسایه بخر. و این مراجعت من با اون همسایه من که در دریای ایلاک همسایه من هستی. مراجعت من با شما، من شما رو مراجعت بابا با شما همسایه که در من همسایه هستی، او طرف دنبه کردگی این طرف دنبه کردگیم و پیش بلند شدگی. من برای شما اولی با سخن ها میکنم. دیر نکرده بیاین یک مسیحیت کنیم تا که سطح دریای ایلاک بلند شدگی ایلاجی واقعه پیش از بقو همسایه جان دیگه سری راهی سیلا گرفته نمیشوه. البته ما درک دارم که گفتن که او پس شوه، او دریا ایلاک پس شوه، مثال در تابستان و تیرم پس میشه. بعد ایره کارکرد میکنیم انشاءالله با امر خدا. ما همشه یک سنگی هسته، یک کوبیک هسته، یک تراکتور هسته، یک لیتر سالارکه هسته که صرف میشود در ساحل مستحکم کنی دریای ایلاک با سهم شما میرسونم انشاءالله. برای همین ویدیو را انتظار شین. باز یک بار دیگر میگم که اون مردمی که پولی خود رو دریق نداشته روی کرده، البته ما ایروی دوشنبه سیتی میبیام و همش میبرم روی نوار میکنم. نه که شما سکرین شات کنین روان کنین کتاب مردمی سربلند تاجیکستان عزیزم نشان تیم که من نمیخوام پول جمع شده. باقی در پناه الله پاک باشین. برای همین باز هم یک سخن زیبای تاجیکانه میگم که حقی مردم دیهد لذت بکامت، گلوگیرت شود روزی قیامت.